یک کسی که گنده دکتر اندرو هوورمن، عصبشناس، چشم پزشک و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا تای. دکتر اندرو هوورمن سال 2023 که شروع به پادکست جور کردن در مورد واب، استرس مدیریت کردن، تغذیه و خوراک و نور اثرات. مروچی این ویدیو در مورد دکتر اندرو هوورمن هستند. مروچی قرارین یک روز مثل دکتر اندرو هوورمن زندگی کنین و سعی کنن که سر صبح که استید چه کارهایی انجام بدن تا باعث بید که مثلا ای سلامت روحی روانی داشته بید و ای در واقع روتین صبح چه شکلی هستند. پس لایک و سابسکرایب شما شما رو تا برون ادامه ویدیو با هم دیگه داشته باشیم. سلام علیک، کاتون یک ویدیو دیگر را و یه ویدیو تا قراره تا یک روز مثل دکتر اندرو هوورمن زندگی کنم. دکتر اندرو هوورمن یک استاد دانشگاه استنفورد تا هر ویدیویی که یوتیوب تا کلید حدوداً 4-5 میلیون نفر تقریبا ویدیو گندن تو 4-5 میلیون ویو تا ویدیو یوتیوب تا و لوتی ما رو چه فقط یک روز را مثل دکتر اندرو هوورمن زندگی کنیم. و کسایی که دکتر هوورمن درست نکنند و آشنایی گونه ندارند، اگر لطفاً ویدیو بعدی یک توضیح کامل مثلا راجع به دکتر هوورمن دین و در واقع آشناییت کامل داشته بدگونه. فقط مرچی در حدشی معرفی کنن که یک استاد دانشگاه هستن تا دانشگاه استنفورد تا در رشته نوروساینس هستن و یوتیوب تا هم ویدیوهایی که کلی راجع به سلامت، ورزش، انگیزه و تغذیه مناسب هستن. مرچی لورتن یک روز مثل یه دکتر اندرو هوورمن زندگی کنن. خب دکتر اندرو هوورمن صبح سر که استید اولین کاری که کند یشن که یک الا 2 لیوان آب و کمین وادری چاپد، کاری که دیست من انجام داد. و کار بعدی هم که دکتر هوورمن انجام داد یشن که رودن یک کمین در واقع نور خورشید، نور آفتاب چرا آقای دکتر هوورمن نشید که صبح سر که استاد حتما یک 5 دقیقه 10 دقیقه برو جن یک نور در واقع به شما برسید، شما چمان نور لگی، شما مجگاه نور لگی تا شما در واقع متوجه بی که صبح بود و بعد در واقع آگاهی کامل داشته بید. خلاصه یک کاری که دکتر هوورمن انجام داد و تقریبا روچ 5 دقیقه 10 دقیقه کردن پیاده روی و همچنین یک نور بین لگید در کل بخاطرش اینه که مردم سرحال بید وابش سر پری موقعی که نور لگید به مردم چند ما مستقیم نور خورشید لگید یا کت هوای آزاده تا در نکت یک نور لگید به مردم و بسیاری که مردم وابش سر برود و همچنین شید که اگر مثلا نور مستقیم خورشید در دسترس نبود و موقعی که شما شوابا هستید دنگه هوا تاریکه مثل موقعی که استاد من مازه درسته کنید نور مصنوعی استفاده کنید مثل گوشی نورا یک کمین همچین نورهای مثل استفاده کنید گوشی نور هست لپتاپ یا هر نور دیگه که مثلا نور خورشید مستقیم ننده باشید که نور خورشیده در واقع پشت
پنجره و مثلا ماشین شیشه پشته در واقع استفاده میکنشن و سعی کن مستقیم نور خورشید به شما لگی آنگی تأثیری گشته انت در واقع آطوری که دکتر هوبرمن نوشید. پس خلاصه گمان همراه به بران ادامه ویدیو سکنن دکتر هوبرمن در طول روز چه کار انجام داد. دکتر جان 1.5 تا 2 ساعت بچه استاتنا و آن نیم ساعت 45 دقیقه که وقت خالی دارید بودن سعی کنید اگه کار چیزی داشته بید انجام دند و اوتاره به یک چیز مشغول کن خلاصه یا اوتی تم پیاده روی یکم گشته بکن بخاطرش این که قهوه وارتن دیگه مثلا به آی وابا مثلا خراب مکند آی در واقع و تون شفا گیتر باس بید. خب خلاصه اندرو هوبرمن قهوه ما که گشتون حدود 90 دقیقه تا 120 دقیقه بعد شوا و کلید در واقع بعد شو استاتنا کلید تا در واقع واب خراب مبند یا مثلا سر زور واب میگی تو لانه تان شفا یک جون واب راحتیم داشته بود. من یه نیم ساعت حدوداً که وقت خالی داشتون سعی کردم که برینگشته راجبه اندرو هوبرمن سکن تحقیق کنی سکن که در واقع چون نکرده دیگه چی کار انجام داد. پس کمان امراه بهت ادامه ویدیوم سکنید لایک و سابسکرایب هم شما رود. و بچه قهوه دکتر هوبرمن همیشه ورزش کرد. ورزش های قدرتی مثل وزنجتن، ورزش های کاردیو یا رانی یا هماجستن و یا هم ورزش های ذهنی انجام دادند. بچه ورزش هم همیشه یک دوش سردین آب بگید که عرقی که پخته پاک بید و سر تمیز بود ادامه را رسید. ما زایدان سامانگم سردین آب نداره این بیاریم نیچه و خب چیکار کنم برای ادامه ویدیو. و بعد چه کاران دکتر جان رسید به اوتی کاران رود فعالیت داشته بید کار تحقیق داشته بید رسید به آمان و کاران اوتی انجام دادن یا هر کار دیگه داشته بید. من هم سعی کردم برین یوتیوب تحقیق کنین راجبه و هر چیز دیگه سعی کنین آموزش یاد گیرین که سعی کنین تا این یوتیوب اوتی پیشرفته. بعد چه کار دکتر جان اوتی ذهنان یک استراحت دادند و مدیتیشن انجام دادند تا تانش لحاظ روحی به آرامش رسید و ذهن آرام گید و یک مدیتیشن انجام داده بید. خب مشان روتین صبحگاه دکتر هوبرمن انجام دادن همارن که جنده گوشتا جنده انجام دادن. خب یه شما رو چین ویدیو پیشنهاد داد کامنت بلد دیگه چه ویدیو لوته در آینده بلن کامنت بنویسید تا در واقع سعی کنین همه ویدیو رو پشما آماده کنین پشما در مورد ما مطالبان خبر دین و خب انشالله سعی کنین ویدیو بعدی تا گشته راجع به هوبرمن بردن سعی کنن که هستین در واقع چون نکن چه کار انجام بدن ایشه سعی کنین پشما توضیح دین در واقع. خب لایک و سابسکرایب شما رو خلاصه کامنت بلد